طبق اطلاع مسئولین فدراسیای جودوی مملکت برنامه جودو در مکتب‌ها فراگیر بیش از 10 شهر و نواحی کشور بوده. بعد از ناحیه کوشانیان و شهر دوشنبه در تالار ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر وحدت شرایط برای تأسیس مکتب خرد جودو فراهم آورده شد. تالار ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 واقع در شهرک نوروز جماعت نومان رازق شهر وحدت قبایدانه به بر کرده بود، زیرا لایحه جودو در مکتب‌ها با این درگاه مهمان زیادی را از جمله سابق گوشتنگیر معروف کشور و رئیس فدراسیای جودوی تاجیکستان نورالله لویقوف، اینچنین رهبرت شهر وحدت و دیگر مربیان و مهمانان را به هم آورد. هدف از جمع آمدی مذکور این در زمینه تالار ورزشی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 شهر وحدت تأسیس یک مکتب خرد گوشتنی جودو برای باشندگان شهرک نوروز می باشد. پرزیدنت کشورمان در پیامشان گفتند که در همه دهه در همه جماعت ها یکتایی تالار ورزشی و یکتایی ورزشگاه ساخته به استفاده شود در مدت 10 سال. از روی برنامه رشد گوشتنی جودو در مکتب به ما یک تتم گوشتنگیری و 80 جفت کیمانو تقدیم کردند. طوری تاکید رفت لایحه جودو در مکتب‌ها در دایره همکاری‌های متقابلا سودمند فدراسیای جودوی تاجیکستان با فدراسیای بین‌المللی این رشته ورزش و کمیته ملی المپی و دیگر نهادهای ساحه ورزش و معارف روی دست گرفته شده است که هدف از آن عمومیت ورزش به ویژه جودو در میان اهالی محسوب می‌شود. از همه بیشتر طالب علمان مکتب از تامین گلیم گوشتنگیری، لباس‌های ورزشی و تعیین مربی مخصوص این رشته ورزش خرسند و سرفرازند. من جوریف داوودشاه در صف 8 میخوانم. من مینداری خود را از نام ورزشگران شهر وحدت و محترم محمد رحمان میرسونم که با ما چی غمخواری کرده با ما تالارهای ورزشی به استفاده داده است که ما میخواهیم که به همین باوری جناب عالی در ما و تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی پلان برداریم. ساکنان شهر وحدت اقدام مذکور را از برکت غمخوری‌های و توجه مخصوصی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و ساحه ورزش معنی داد می‌نمایند. این تالار با دستگیری فدراسیای جودوی جمهوری تاجیکستان با گلیم ورزشی یعنی و لباس‌های گوشتنگیری ورزشی تامین کرده شد و من باوری کامل دارم که اون فرزندان این دیار که در این تالار مشق‌های ورزشی میکنند آینده پرچمبرداری جمهوری تاجیکستان میشوند. با اطلاع رهبرت فدراسیای جودوی کشور لایحه جودو در مکتب‌ها در 10 شهر و ناحیه‌های مملکت از جمله در دوردست‌ترین شهرک و جماعت‌ها تطبیق کرده می‌شود تا کودکان و نورسان کشور نوبسته از مکان زیستی خود به تعلیم جودو دسترسی بیشتر داشته باشند.